أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیلی خوش آمدید. منتظر حضور بیشتر دوستان هستیم. من مطالب رو نکته هایی که مد نظر هست رو دارم یادداشت میکنم که در خدمت شما بزرگواران باشیم. امشب یکی از شبهای مبارک و بسیار ارجمند دهه آخر ماه مبارک رمضان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی خوش آمدید. درود بر همه شما. بارک الله فیکم. ما محتاج دعای خیر شما بزرگواران هستیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از لاور شیخ ماشاءالله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب آقای فاضلی. شما بزرگوار هستید. الله پشت و پناهتون باشه. هرچی صلاح دنیا و آخرتتون هست براتون پیش بیاد. از صالح آباد چابهار. بارک الله فیکم. درود بر همه شما. از بستک ماشاءالله. از آلمان ماشاءالله. درود بر همه شما. روسی نه، من روسی بلد نیستم بخوانم. از برادران تاجیک هستن احتمالاً که به زبان روسی می نویسن، به فارسی صحبت می کنن و الفبای نوشتاریشون الفبای روس هست. اینطور به نظر میاد. از اروپا. شیخ یاسین الله پشت و پناهتون باشه. درود بر وحید از بندر عباس از ارومیه کندال خمیر. بارک الله فیکم. از کابل ماشاءالله. بارک الله فیکم. فطریه امسال میپرسن که چقدر هست. این بارها پرسیده شده و فطریه 3 کیلو برنج یا قوت غالب شهر. حالا شما خودتون حساب کنید دیگه، قیمتش هر سال تفاوت میکنه. شما خودتون حساب کنید. درود بر شما از جزیره شیف افغانستان، مقیم شهرستان عوض. درود بر شما. از کردستان عزیز الله پشت و پناهتون باشه. به زبان
روسی ما نمیتونیم بخونیم. از امارات شهر عجمان ماشاءالله. از انگلستان درود بر شماست. تاجیکستان. ما در حق شما دعا میکنیم الله سلامتی و هدایت و قدرت دعوت رو و توفیق دعوت رو به شما عنایت بکنه. برای ما اینها مهمترین در واقع نعمت هست. بله، الله این سرباز رو که مأموریت بهش داده به نام کرونا، این رو مأموریتش پایان بده و هر چه زودتر بره و ما هم با توبه و استغفار و خوب شدن و دست از گناه و معصیت کشیدن باید کمک بکنیم به این سرباز الله که مأموریتش رو زودتر انجام بده. از جوانرود از بلوچستان ماشاءالله. درود بر همه شما. آیا شبا خواندن آیت کلام الله سجده، آیت که متوجه نشدم چی فرمودید، اشتباه خواندن آیت کلام الله سجده سهو لازم دارد در نماز؟ نه، سجده سهو لازم نداره. بارک الله فیکم. ماشاء الله داریم به مرز 500 نفر نزدیک میشیم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. دعا برای اموات تازه درگذشته. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. میگن که صدا نمیاد. یه دوستان یه کنترلی بکنن که صدای من نیست. کسی میفرماید که صدا نمیاد. نگاه بکنید که صدا نیست. آقا حمید از روستای برکدکا اگر اشتباه نکنم. نماز خفتن همون نماز عشا هست. کهنوج ماشاءالله. نماز عشا همون نماز خفتن همون نماز عشا هست که 4 رکعته. بله. صدا هست ماشاءالله. یکی از دوستان با زبان اردو فکر کنم داره می نویسه. بازم ما نمیتونیم بخونیم، اطلاع نداریم در رابطه با زبان اردو. درود بر شما از ترکمن صحرا. خب درباره زکات از گله‌دار عبدالله از گله‌دار تنگدان، بارک الله فیکم، مشهد، ترکیه، درود بر شما. از ارومیه درود بر عبدالله. در مورد زکات شما پرسیده بودید. نمیدونم سوالتون در چه قسمی هست. زکات درود بر مردم تربت جام و همه ممالک اسلام. اردو نه، اردو کردستان شهر بانه، بارک الله فیکم. مسجد، بله، از در مورد مسجد سوال میکنن که کار به کجا رسیده. 2/3 کار مسجد انجام شده. از جزیره هرمز جناب آقای غلامی یا خانم غلامی دقت نکردم
آقا میلاد از پارسیان. نماز شب قبل از خواب، بله میشه، قبل از خوابم میشه خوند. خود نماز تراویح جزء نماز شب هست که اغلب بعد از نماز عشا میخونن دیگه. درود بر شما از هر جا و هر ملکی که هستید. ما متاسفانه با ضعف شدید اینترنت و قطع و وصل لایو مواجه هستیم و خیلی ها رو خسته میکنه این روند و دوستانی تماس گرفتن که در طول لایو شاید بالای 10-15 بار لایو قطع شده. حالا دیروز من از اینجا متوجه نمی شدم که داره قطع میشه یا نه، ولی همین توقف کامنت ها خودش گویای همین هست که توقف داره ایجاد میشه. الله پشت و پناهتون باشه. و امروز متاسفانه در سیستم بانکی که اعضای شتاب هستند برای انتقال مبلغ و کمک به مسجد و مشارکت با مسجد هم اختلال وجود داشته. بارها و بارها دوستان با ما تماس گرفتن از خور، ماشاءالله، با ما تماس گرفتن که شماره مشکل داره. ما بهشون اطمینان دادیم که هیچ مشکلی وجود نداره و بعداً متوجه شدیم که کلاً مشکل در سیستم هست، در سیستم بانک. با این حال به فضل و کرم الله سبحانه و تعالی حاصل مشارکت شما از دیشب که ما اعلام کردیم تا الان 850 مورد بوده. ما 850 مورد واریزی رو داشتیم برای مسجد از دیشب تا الان و این نشان بر یک همت بالا با این شرایط خرابی سیستم انتقال وجه و مشکلاتی که وجود داره در آبر بانک ها و همراه بانک ها. 850 مورد واریزی بسیار عالیه برای شب اول مخصوصا. درود بر شما. من وقتی حرف میزنم حواسم دیگه به صحبت ها خیلی نیست، شما ناراحت بشید. الله پشت و پناهتون باشه. از روی در، از خاش، درود بر همه شما. خب اینجا اونطور که شما میدانید یک برنامه باز هست و همه میتونن که شرکت بکنن، میتونن حضور داشته باشن و هر کسی هم به ذهنیت خودش و به تفکر خودش سخن میگه و اشکالی هم نداره. دوستان نگران ناراحت نشن. درود بر شما. کمیسیون در مشاوره املاک آیا حرام؟ نه، حرام نیست. میتونید که استفاده کنید. درود بر موسی از چابهار. از شیخ پردل الحمدلله دورادور خبر داریم، احوالشون خیلی هم خوب هست، دعاگوی امت هستن و شما هم برای ایشون دعا بکنید. دیروز روزه شما شکسته، راهنماییتون بکنن. خب روزه رو قضا بکنید. اگر عمدن روزه شکستید توبه کنید و قضای اون رو انجام بدید انشاءالله. از دیار شیخ انصاری حفظه الله، الله پشت و پناهتون باشه. بستک بندر لنگه. از دیار دکتر احمد صیاد، ماشاءالله. برای دردسر دعایی بگید. برای دردسر دعای ویژه‌ای من سراغ ندارم غیر از دعاهایی که رسول صلی الله علیه وسلم به ما توصیه کردن که هر جا درد میکنه دست بذارید. اعوذ بالله و قدرته من شر ما اجد و احاذر.
اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. شیخ پردل الحمدلله از احوالشون با خبریم، صحیح و سلامت هستند، دعاگوی شما هستند. از فنوج درود بر شما. مردم آرابی ماشاءالله. فطریه برای مسجد نه. شیخ پردل پیج رسمی ندارند. از جوان رود درود بر شما. 13 روز میفرمایند که ما روزه رو خوردیم، آیا همین مقدار بگیرم یا بیشتر؟ نه، به همین مقدار که روزه را خوردید دوباره قضا بگیرید. همین 13 روزی که روزه رو خوردید قضا بگیرید. سرفطر پدر به دختر، بین علما سر این مسئله اختلاف هست که آیا پدر برای فرزند میتونه سرفطر بده یا نه، که قولی از علما بر این هست که اشکالی نداره اگر که خونه و خانوادهش جدا هست. الله پشت و پناه همه شما باشه. در این شبها چه دعایی زیاد بگید. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر جمع میخواید دعا بکنید هم فاعف عنا. عنی برای یه نفره و عنا برای جمع هست. فطریه به یتیم، ایشان میفرمایند که چطور هست اگر یتیمی هست که نیازمند هست؟ بله، ممکنه یتیمی باشه که نیاز نداشته باشه، اون رو شما بررسی کنید. اصل یتیم بودن به معنای فقیری نیست، این رو مد نظر قرار بدید. هر کسی که یتیم هست ضرورتاً فقیر نیست، گرچه اغلب ایتام نیازمند هستند، ولی خب یتیمایی هم هستند که اونچنان نیازی ندارند. شما اگر که ولی بررسی بکنید، به صورت تخمینی عمل نکنید، نگید که نه اینا احتمالاً نیاز ندارن، شاید نیاز داشته باشن. توجه بکنید انشالله. در مورد دین انسانیت میگه نظرتون چیه؟ انسانیت، دینی ما نداریم تحت عنوان انسانیت. دین اسلام بالاترین حقوق برای انسانها را لحاظ کرده، چون که از جانب خالق انسان هست، از جانب خالق انسان هست و او که خالق هست بهتر از همه میداند که نیازمندی جسمی و روحی ما چه هست. شماره رو دوستان طلب میکنن، بعضی از دوستان 0917 230 44 85. عذرخواهی میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال میکنن که من میتونم فطریه خانوادم رو بدم یا نه؟ شما به وکالت از اونها بله میتونید فطریهشون رو بدید، اونها خبردار باشن، وکالت به شما بدن و شما از طرف ایشون فطریه رو پرداخت. درود بر شما از تاجیکستان عزیز. فطریه به خواهر، اگر خرجی خواهرتون بر شما نیست بله مشکلی نیست. عبدالله میخواد ازدواج کنه، از شما طلب دعای خیر داره، براش دعا بکنید. الله یک همسر مؤمن را و وفادار را و سالم و مادری نیک برای فرزندانتون شامل شما و رزق شما بگرداند. میفرمایند که با دست چپ آب خوردن حرام است. حرام که نیست، ولی ما با دست راست خوردیم. علت این که دست چپ شما میبینید اینه که دوربین جلو گوشی داره از ما لایو میگیره، به صورت سلفی هست. این دست راست من هست که شما چپ میبینید. این مسئله حالا چجوری ما حلش کنیم الله به ما کمک بکنه، چون ما مجبوریم همیشه لایو از جلو بگیریم، با دوربین جلو بگیریم که بالاخره کامنت های شما رو ببینیم. وقتی هم جلو از دوربین جلو کار میکنه چپ و راست جابجا میشه. این بزرگواران هم مرتب نگرانی میکنن، الله بهشون جزای خیر بده. کفاره چند است؟ کفاره حدوداً
روزی 1 کیلو، کمتر از 1 کیلو میشه، منتها اگر 1 کیلو در نظر بگیرید این صدقه برای شما هست از هر روز. پول فطریه برای ساخت مسجد نمیشه ولی صدقه بله. زکات و فطریه برای مساکین بدید، برای مستمندان بدید. دعا برای بچه دار شدن: رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. دعای سیدنا زکریا هست. شماره شیخ پردل نه، من معذورم، اجازه ندارم شماره ایشون رو اینجا بخونم. جنوب اغلبیت شافعی هستن. بله. طلایی که به من هدیه دادن به حد نصاب رسیده زکات داره. اگر طلا جواهر و زیورالات استفاده زنان هست، بین علما سر این مسئله اختلافه. در مذهب امام شافعی اگر طلای زن به حالت معمولی و متوسط هست زکات نداره، ولی اگر اسراف شده یعنی زیادی طلا داره اون باید زکاتش بده. کفاره فرق دارد یا نه؟ کفاره قسم نه، مقدارش فرقی نمیکنه. الله به همه من و شما رحم بکنه و ما را هدایت بکنه و بر مسیر درست قرار بده. از نخل تقی درود بر شما. بارک الله فیکم. خب ما الان حدود 590 نفر 85 نفر با ما هستن. گزارش عملکرد شما از دیشب که شب اول فراخوان ما بوده در مرحله سوم کاروان سازندگان قصری در بهشت برای تکمیل پروژه مسجد جامع خوری خواجه‌های بندر عباس که با همکاری مردم در حال ساخت است و هیچ شخص خاصی تقبل خرج آن رو به عهده تقبل نکرده و هیچ مؤسسه خاصی هم به عهده نگرفته. ماشاءالله 600 نفر روی خط هستن. الله پشت و پناهتون باشه. مسجد جامع خوری خواجه‌ها با زیربنای 3300 متر مربع، یکی از باشکوه ترین و یکی از بزرگترین مساجد بندر عباس و از نظر فعالیت الحمدلله سرآمد هست و اونهایی که علاقمند به خیرات هستند، اونهایی که میگن ما میخواهیم به بیماران کمک بکنیم، به مستمندان کمک بکنیم، به فقرا کمک بکنیم، دانشجوها را زیر پوشش ببریم، بدانید که مسجد جامع خوری خواجه‌ها یکی از مراکز فعال در همه این بخش ها هست. 1500 بسته غذایی همین رمضان به مرکزیت همین مسجد نیمه تمام جامع خوری خواجه‌ها برای مستمندان تهیه دیده شده. دانشجویانی هستند که مورد حمایتن، ایتامی هستند که مورد حمایتن، بیمارانی هستند که مورد حمایتن. بنابراین در قدم اول بندگان الله بیایید با همکاری همدیگر این مسجد را تمام کنیم. مسجدی که نور چشم اهل ایمان باشد و خار چشم مخالفان و دشمنان اهل ایمان باشه. 2/3 مسجد انجام شده بندگان الله. 2/3 مسجد انجام شده. 1/3 آن باقی مانده. این 1/3 را بیایید و با همکاری همدیگه تمامش بکنیم. واریزی شما از دیشب که شب اول حرکت کاروان بوده، مرحله سوم کاروان سازندگان قصری در بهشت، شب اولش دیشب بوده. 850 مورد واریزی الحمدلله ما داشتیم. دوستانی که شماره حساب رو میخوان به پیج مراجعه کنن، به استوری پیج، به پست های پیج، اونجا همه چی واضح گذاشته شده و انشالله از اونجا بگیرید. بندگان الله 850 مورد ما
امشب داشتیم، با این حال که خرابی سیستم داشتیم، یعنی ما از امروز صبح تا الان که بوده سیستم انتقال دچار مشکل بوده، با این حال الحمدلله 850 مورد ما واریزی داشتیم. فردا شب ان شاء الله واریزی های من و شما به 2000 برسه. شما 850 مورد کافیه که هر کدوم یک مورد دیگه رو با خودتون همراه کنید. ببینید پیجی که شما عضوش هستید و به نام این بنده الله هست، الان 350 هزار فالوور داره. خب این 350 هزار تاش رو من نادیده میگیرم، میگم 100 هزار نفر. اگر این 100 هزار نفر با هم دیگر مشارکت بکنند، به نظر شما ما نمیتونیم این پروژه کوچک را انجام بدیم؟ در حالی که هیچی از اموال شما هم کم نمیشه و ذخیره آخرت من و شما هم خواهد بود. به حول الله و قوته، به اذن و اراده الله، آمار خودمون فردا شب به 2000 واریزی برسه و این نیازمند همت همه شماست. شما میتونید پیغام رو، این پست هایی که گذاشته میشه، استوری هایی که گذاشته میشه رو دانلود کنید، بگیرید، عکسشو بگیرید یا دانلود کنید، بگیرید، بفرستید برای اقوام، باشون تماس بگیرید، پیغام بهشون بدید. درود بر همه شما. الله پشت و پناهتون باشه. این چیزی است که از دست ما میاد. من خودم هم به همراه شما جزء شما هستم، یکی از شما هستم که هر شب واریزی رو برای خودم در نظر گرفتم. برای چی؟ برای اینکه احتیاج من و شما به فضائل تفاوتی نمیکنه. اونطور که شما محتاج فضائل هستید، من هم محتاج فضائلم. اونطور که شما محتاج جنت و بهشت هستید، منم محتاج بهشت و جنتم. بنابراین همه با هم باید کار کنیم و همه باید با هم این برنامه رو پیش ببریم انشاءالله. موضوع دیگری که ببینید، بعضی میان روی خط و توی گفته ها، وسط گفته ها پارازیت مندازن، حرفایی رو به زعم خودشون میزنند که این چیزی نیست که برای ما اهمیت داشته باشه. مهم اینه که قصد و هدف من و شما چی هست. وقتی انسان هدف خودش رو معین میکنه، هیاهوی وسط راه برای او مهم نیست. حالا هر کی هر چی میخواد بگه. الله به داشته های من و شما آگاه هست و بالاخره پیش الله سبحانه و تعالی همه اینها ثبت میشه. آنهایی که اهل فضائلند، اشاره‌ای برای راهنمایی براشون کافیه. اونایی که دنبال جمع کردن اجر و پاداشن. مردم بندگان الله برای با رسیدن رمضان 3 گروه میشن. یک گروه که اصلاً تفاوتی نمیکنه براشون، یعنی رمضان بیاد نیاد هیچ فرقی نمیکنه. رمضان آمده و اونها مشغول باطل خودشون هستن، مشغول کارهای بی خود خودشون هستن. گروه دوم کسانی هستند که وقتی رمضان میاد اونها مشغول طاعت و بندگی میشن. رمضان که تمام میشه دیگه فراموش میکنن وظایف رو. و گروه دیگر این که از رمضان بهره میگیرند که ماههای آینده را در مسیر الله و رسول بمانند. خب من یکم به کامنت ها توجه کنم و با هم گفتگویی داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
سرسا منظورشون همون سرفطر هست که گفتیم 3 کیلو برنج یا گندم یا هر چیزی که خودتون استفاده می کنید. میتونیم فطریه را به علما ببخشیم؟ نه، ربطی به علما نداره که به علما ببخشید. علما هم مثل شما هستن. اگر فقیره به عنوان فقیر بهش بدید، نه به عنوان عالم. اگر هم فقیر نیست نباید بهش بدید، بهش تعلق نمیگیره. برای سلامتی مولانا نظر محمد دیدگاه، الله حافظ و ناصرشون باشه، گفتن دعا بکنید. من از بیماری ایشون خبر ندارم، ولی اگر بیمار هستن الله ایشون رو شفای عاجل نصیب بکنه. یک لحظه به من اجازه بدید من کولر رو روشن بکنم که به خاطر صدا من خاموش کرده بودم، ولی هوا گرمه. بارک الله فیکم. میگه شما به مکه مکرمه تشریف بردید؟ نه، من هنوز رزقم نشده. الله روزی من شما بکنه. میگه اگر آب رو به شیر اضافه بکنن جایزه یا نه؟ نه، جایز نیست. این جزء غش حساب میشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من غشنا فلیس منا. درود بر عبدالباسط از چاه فعله. برای هاشم هم دعا کنید، طلب دعای خیر بکنید. میگه شیخ گرمش میکنه. بله، شیخ هم گرمش میکنه، غیر شیخ هم گرمش میکنه. هوا گرم بشه همه گرمشون میکنه دیگه. بعضیا برای تفریح میان اینجا. خدا پشت و پناهتون باشه. همون هم خوبه. خیلی خوش آمدید و ما مجلس ما پذیرای همه جور آدم هست. عمدن این بستر رو فراهم کردیم که هر کسی با هر شکلی و با هر تفکری اینجا بیاد و حرف خودش رو بزنه. الله به ما صبر بده و به شما هم همینطور. معامله ارز دیجیتال شرعاً حلال یا حرام؟ بین علما اختلاف هست، ولی کلاً معاملات ارز خیلی مراقب باشید که اموالتون رو در این قسمت با احتیاط بگذارید. درود بر شما وطنخواه از چابهار بلوچستان. شماره رو دایرکت که من خودم نیستم، دوستان زحمتش میکشن، منتها شماره رو من همینجا دارم خدمت شما عرض میکنم. 0917 230 44 85. پارازیت بندازن، اشکالی نداره بندازن. میگن سیدنا عیسی علی نبینا و علیه الصلاة و السلام وقتی دعوت خودش رو شروع کرد، کسانی می اومدن به ایشون بد میگفتن، به مادرشون بد میگفتن، به مادرشون تهمت میزدن، به خودشون بد میگفتن. بعد ایشون نهایت دلسوزی رو با مهربانی کامل و با صبوری کامل انجام میداد. بعد یک کسایی اومدن گفتن که بزرگوار، اینها شما رو بد میگن، شما مهربانی میکنید، اینها به شما چرند میگن، شما در حق اونها دلسوزی میکنید، جریان چیه؟ یک جمله ایشون فرمود، چون زبان سیدنا عیسی عبری بوده، به عربی ترجمه عربیش که من خوندم اینه. سیدنا عیسی فرمود کل ينفق مما عنده. هر کسی هر چی که داره به دیگران میده. اونهایی که خوبی با خودشون دارن خوبی به مردم میدن. اونهایی که درونشون پر از بدی و آلودگی هست، اونها بدی و آلودگی رو به مردم میدن. پس من و شما دقت بکنیم که چی با خودمون داریم حمل میکنیم. از کوزه همان تراوت که دروست. این یک درس خیلی مهمی است بندگان الله.
رسول الله صلی الله علیه و سلم این همه باشون بدی شد، آدمی مثل سیدنا سهیل ابن عمرو روزی که مسلمان شد میدونید چی گفت؟ فرمود در مورد رسول الله گفت کان برا صغیرا برا کبیرا، فرمود در کودکی خوب بود، در بزرگسالی هم خوب بود، بعد ما بودیم، جوری زندگی بکنیم، جوری حرف بزنیم، جوری با مردم تعامل کنیم، جوری در جامعه زندگی کنیم. حالا میخوای ملا باش، میخوای شیخ باش، میخوای بازاری باش، میخوای عمامه داشته باش، میخوای نداشته باش، هر کی که هستی باش، ولی جوری زندگی کن که به بشریت و به مردم و به اطرافیانت خوبی ارائه بدی. بدی که کاری نداره، حرف بد زدن که کاری نداره، کار بد کردن که کاری نداره. اونایی که به قول شما و به قول بعضی از برادران و خواهران میان و یه پارازیتی مندازند و میرن، اینا مشکلی نیست، مسئله ای نیست. الله به من و شما این بستر رو داده که تمرین صبوری بکنیم. الله سبحانه و تعالی نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، ما خوب میدانیم که تو چقدر دلتنگ میشی از حرفهای بی ربطی که این مشرکین به تو میگن. چی میگفتن؟ یکی از اون ور میومد میگفت مجنون است، یکی میگفت شاعر است، یکی میگفت ساحر است، ولی خردمندانشون پیش خودشون هم میفهمیدن که اینها باطله، این حرفا باطله. بعضی از ماها در برابر اذیت و آزار دیگران گاهی بی‌طاقت میشیم. وقتی به رسول الله صلی الله علیه و سلم این حرفها را میزدند، من و تو ای برادر که هستیم؟ من و تو چی هستیم؟ پدر و مادرمون فدای رسول الله، پدر و مادرمون فدای انبیاء الهی، بیچاره آدمیزاد، بیچاره آدمیزاد. حیف عمر انسان که صرف چیزهای باطل بشه. درود بر شما از جزیره شیف. تلفن 0917 230 44 85. الله پشت و پناهتون باشه. ببینید، ما وقتی که لایو میذاریم، یعنی در ملأ عام میاییم و صحبت هامون رو ارائه میکنیم، فراخوان مسجد را برای کمک به مسجد، برای اینکه مسجد تکمیل بشه رو در ملأ عام داریم جار میزنیم. خب طبیعتاً به گوش یک کسی میرسه که با مسجد مشکل داره. به نظر شما چی واکنشی ازش انتظار هست؟ خب حق با اونه، به نسبت خودش حق با خودشه. این فریاد را که ما میزنیم به گوش اغلبیت انسانهایی که مخاطب ما هستند و اهل ایمانند و دلبسته و دلداده مسجد هستند میرسه. خب اونها چه واکنشی نشون میدن؟ بندگان الله، من یک نکته، یه لحظه با من خوب تمرکز بکنید. تمام کاستی هایی که اتفاق میفته، من خودم رو دورتر بگیرم که روشنتر بشه، یکم دوربین رو پایینتر بیاریم. من یک حرفی رو میزنم، شما خوب روش دقت بکنید. ببینید، تمام کاستی هایی که اتفاق میفته در جامعه بشر، حالا هر جایی که باشه، شما هر جا که هستید، یک محله هستید، شهر هستید، روستا هستید، هر جا که هستید،
میدونید که این نارسایی ها به چه خاطر اتفاق میفته؟ آیا به خاطر این اتفاق میفته که افراد بدی داخل جامعه هستن؟ یعنی شما دنبال یک جامعه میگردید که آدم بد توش نباشه؟ چنین چیزی شدنی نیست، دنبالش هم نگردید. رسول الله موفق نشده چنین جامعه ای رو درست بکنه. داخل مدینه رسول الله پر از داخل تو دل مردم مدینه منافق وجود داشته. سوره مبارکه توبه رو برید بخونید. اون که رسول الله بوده نتونسته جامعه ای را ایجاد بکنه که 100% همه خوب باشن. من و شما میخواهیم چنین چیزی وجود داشته باشه؟ این انتظار بیهوده است. پس مشکل از این قسمت نیست. آیا رسول الله ناموفق بود؟ نه، فوق العاده موفق بود. چرا موفق بود؟ برای این که خودش و یارانش مجاهد بودن. بس خودش و یارانش مجاهد بودند و الله میفرماید والذین جاهدوا فینا. خوب دقت بکنید. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اونهایی که برای ما و در راه ما جهاد میکنند، یعنی تمام تلاششون رو به کار میگیرن. جهاد یعنی چی؟ یعنی اوج توانمندی و ظرفیت رو انسان به کار بگیره، این میشه جهاد. بندگان الله، جوامع بشری به خاطر بودن انسانهای بد به تباهی کشیده نمیشه. میدونید به خاطر چی به تباهی کشیده میشه؟ به خاطر بی‌مسئولیتی انسانهای خوب. زمانی که انسانهای خوب به جا حرف نزنند، به جا سکوت نکنند، به جا حاضر نشند، به جا غائب نباشند، جامعه به تباهی کشیده میشه. نه به خاطر این که چند نفر آدم بد وجود. شما الان این جمعیت 530 نفر 540 نفر نزدیک 600 نفر امروز رسید، شما اینجا حضور دارید. چند نفر از بین اینها به نظر شما هستن که برای مثلا حرف بی ربط اومدن اینجا؟ چند نفر از این 600 نفر، از این 500 نفر چند نفر اومدن؟ همش به 5 نفر هم نمیرسن، به 5 نفر هم نمیرسه. از این 500 نفر 5 نفرش هم برای خرابی نیومدن. شما همه نیکوکارید. یک آبادی که مثلا مثل روستای رودباری که محل زندگی من هست، که خیلی از رودباری ها الان رو خطن، خیلی از همشهری های من الان رو خطن. تو روستای رودبار ما، روستای ما هست 450 خانوار جمعیت داره، مگر چند نفر آدم هستن توی این روستا که عمدن بخوان چیزی رو خراب کنن؟ خیلی اندک، خیلی اندک، به حساب نمیان. خب اگر یک پروژه‌ای، یک کاری در روستای من از روستای خودم مثال میزنم که به کسی بر نخوره، مثلا در روستای من اگر چیزی مشکلی وجود داره، این به خاطر این نیست که یه 2-3 نفری مثلا آدم اونطوری یا اینطوری هست، به خاطر این نیست. اگر مشکل هست به خاطر اینه که خوبها باید به میدان بیان، خوبها باید حساسیت داشته باشن، خوبها باید نقش آفرینی بکنن. حالا چند نفری هم مثلا بیان و یه چیزی بگن، اهمیتی نداره. مهم اینه که مایی که خوب میخواییم خوب باشیم چجوری عمل میخواییم بکنیم. این خیلی مهمه. با هم بودن،
درود بر همه شما. الله پشت و پناهتون باشه. شماره شیخ پردل رو نه، من معذورم. احبک الله الذی احببتنی فیه. درود بر همه شما. یه موضوعی رو بندگان الله برای امروز در نظر گرفتیم که انشالله مفید واقع بشه. برادری دیشب با من تماس داشتن و گفتن که من یک گلایه ای دارم. حق با ایشان بود. گفتن گلایه من اینه: چرا اغلب خطبا که روی منبر میرن در مورد حق پدر و مادر صحبت میکنن، در مورد حق فرزند کسی صحبت نمیکنه؟ در مورد وظیفه پدر و مادر در حق فرزند چرا کسی صحبت نمیکنه؟ میفرماید من صدا ندارم. صدایی احتمالاً از پیش خودتون هست. اگر صدا قطعه از اینجا مشکلی نیست، از پیش خودتون احتمالاً باشه. 0917 230 44 85 230 44 85. حالا سوال اینه: آیا فرزند به گردن پدر و مادر حقی دارد یا ندارد؟ جواب بله هست. فرزند بر گردن پدر و مادر حق داره، همانطور که پدر و مادر بر گردن فرزند حق دارند. حقوق فرزند بر پدر و مادر به صورت خلاصه 3 چیزه. 1. انتخاب پدر و مادر درست برای فرزند آینده. یعنی شما وقتی میخوای ازدواج کنی باید مراقب باشی. ماشاءالله، الله پشت و پناه. صدا هست؟ مشکلی نیست، الحمدلله. زمانی که میخواهید ازدواج کنید باید توجه داشته باشید که این مردی که شما خانم میخوای باش ازدواج کنی یا این زنی که شما آقا میخوای باش ازدواج کنی، این آیا پدر مناسبی برای فرزند آینده شما هست؟ مادر مناسبی برای فرزند آینده شما هست یا نیست؟ این اولین حق فرزند است که اگر ما توجه نکنیم مؤاخذه خواهیم شد. 2. گذاشتن نام نیک بر فرزند خودمان. نام نیک یعنی چی؟ یعنی نامی که ما به عنوان یک انسان مسلمان بتوانیم در جامعه اسلامی به عنوان یک نام آبرومند ازش یاد کنیم. بعضی ها یه فیلم میبینن اسم بچهشون از تو فیلم میگیرن، بعضی ها یه رمان میخونن اسم بچهشون از تو کتاب رمان میگیرن، بعضی ها یه کارتونک میبینن اسم بچهشون از شخصیت کارتونی میگیرن. این نیست. این حق بچه هست بر گردن شما. بچه تازه به دنیا اومده، اختیاری نداره برای خودش که بخواد اسم خوبی برای خودش انتخاب بکنه یا نه. تو براش داری انتخاب میکنی. حق نداری یه اسمی رو براش بذاری که در شأنش نباشه. شما مثلا یک اسم عجیب و غریب رو از دل تاریخ پیدا میکنی. خب یه اسمی که اصل کلمه اسم شما میدونید معنیش چیه؟ از ریشه وسم به معنای علامت است. یعنی اسم تابلو شناساییه و بطاقه شناسایی هر کسی است. شما یک اسمی که اصلا در شأن مسلمانی نیست، در جامعه اسلامی مقبول نیست، بر فرزندت انتخاب میکنی. فرزند شما فردا شد فقیه، مثلا فردا شد مجتهد، فردا شد یک علامه، فردا یک شخصیت بزرگ شد. حالا شما یک اسم کارتونکی براش انتخاب کردی، چجوری این اسمو در بیاره؟ یک اسمی براش انتخاب کردی که داخل جامعه اسلامی مقبول نیست، این اسمو چجوری در بیاره؟ حقش رو ضایع کردی شما. به خاطر چی؟ دلم خواسته که اسم بچم فلان چیز باشه. چرا حالا؟ چون سینما رفته، تو سینما یه فیلمی دیده. چرا؟ چون که
مثلا گفتن که این اسم فعلا کلاس داره، مثلا حالا از این حرفایی که میزنن امروز دیگه، بابا جان اسم وقتی برای من انتخاب میشه این اسم همراه منه، اسم که چیزی نیست بعد از 10 سال 5 سال آدم عوضش کنه، مدلش گذشت عوض بشه. بعضی اسمها هست که کفرآمیز است، بعضی اسمها هست که اسم شخصیت هایی است که در مقابل اسلام وایستادن، بعضی اسمها اسم خدایان و بتها بوده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بهترین اسمها عبدالله و عبدالرحمن است. و در روایتی فرمود ما عبد و حمد، اگر این روایت صحیح باشه، اون چی که عبد و حمد درش باشه، عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرؤوف، عبدالغفور، عبدالرحیم، محمد، احمد، حامد. شما میدانید که یک پاپ مسیحی در فرانسه اگر اشتباه نکنم نگران چه بود؟ نگران نام محمد بود. حالا شما دارید میگردید تو دل کتابها و گوگل و اینور و اونور که یک اسمی رو پیدا بکنید، مگر من و شما یعنی اینطور فقیریم از نظر ذخیره معنوی که بیاییم تو آشغاله ها بگردیم دنبال یه چیزی برای خودمون؟ به قول معروف آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. چرا اینطوری باید باشه؟ غیر از اینه که ما دوچار بحران هویتیم. مسیحیان نگران تراکم اسم محمد در اروپا هستند. تو دل کشورهای اسلامی بچه مسلمان هایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود شما زنانی را باشون ازدواج بکنید که ودود و ولود باشن، یعنی دوست داشتنی، زنهایی که دوست داشتنی و فرزند آور. چرا؟ برای اینکه فرمود من به فراوانی امتم روز قیامت مباهات میکنم. حالا اسم امت محمد میخواد چی باشه به نظر شما خوبه؟ این حق فرزندان شماست. شما حق ندارید تحت تأثیر یک سری جریانات و یک سری چیزهای بی اساس اسم فرزند را انتخاب کنید و تحت تأثیر جریانات بی اساس برای خودتون زوج و جفت اختیار کنید. باید نگاه کنید این مرد پدر خوبی برای بچه آیندهتون میشه یا نه؟ این زن مادر خوبی برای بچه آیندهتون میشه یا نه؟ این وظیفه شماست. الام مدرسة، الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق. مادر مدرسه است، اگر اینها را درست آماده کردید یک نسل پاکی رو شما آماده کردید. حق بعدی فرزندان چیه؟ پس حق اول چی شد؟ انتخاب پدر یا مادر به تناسب که پدر و مادر درستی برای فرزندان باشن. دوم، اسمی که در خور باشه براشون انتخاب بشه، در شأن مسلمانی باشه. و سوم، به فرزندانمان دین بیاموزیم، به فرزندان خود دین بیاموزیم، قرآن بیاموزیم، اسلام بیاموزیم. این حق اونهاست. فرزندان را به دور از قرآن و به دور از سنت رسول الله و به دور از ایمانیات من و شما تربیت نکنیم. یک نکته خیلی مهمی برادران و خواهران، عذرخواهی میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته خیلی مهم که به پدرها و مادرها میگویم،
بین فرزندانتان دشمنی و عداوت برقرار نکنید. چطوری بین فرزندان دشمنی و عداوت برقرار میشه؟ اگر بین فرزندان خود تفاوت قائل شدید، تخم کینه و دشمنی را بین فرزندان خودتون کاشتید. نه در حرف، نه در محبت کردن، نه در هدیه دادن، نه در توجه کردن، در هیچ کدام از آنها بین فرزندانتون تفاوت قائل نشید. اگر این کار را بکنید، در وسوسه شیطان را به روی آنها گشودید و سبب میشه که آنها دشمنی بکنن در آینده برای همدیگه. بعضی به یک فرزندشون بیشتر توجه میکنن. حالا چرا این کار رو میکنن؟ وقتی نگاه میکنی میبینی که زن این پسره طایفه خودشه، مثلا طایفه مرد خونه است یا طایفه زن خونه است، دختر برادرش بهش داده، دختر خواهرش بهش داده. حالا که این کار رو کرده، اینو هی تر و خشک میکنه. اون یکی بیچاره حالا یه دختری از یه خانواده دورتر گرفته، بهش توجه نه. این چه ظلمیه؟ تو مادری، تو پدری، حیفت نمیاد بین فرزندان دشمنی برقرار میکنی؟ مواظب حرف زدنت باش، مواظب کردارت باش، مواظب هدیه دادنت باش. شخصی آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت که یا رسول الله، من یک باغی دارم، میخوام که به این پسرم بدم، شما شاهد باش. فرمود آیا برای همه فرزندانت چنین باغی داری که بدی؟ خب فرزند دیگری هم هست دیگه، شما برای فرزند دیگرت هم چنین باغی هست که بدی بهشون؟ گفت نه. فرمود پس برو شاهد دیگری پیدا کن که من بر ظلم شهادت نمیدم. چرا میخوای یه باغ رو فقط به یه بچت بدی؟ این بچه بیشتر مهربانتره، این بچه خوبتره. اگه مهربانتره، اگه خوبتره، اگه بیشتر بهت خدمت میکنه، اگه بیشتر توجه بهت میکنه، اجرش رو از الله میگیره. قرار نیست که میراثش فرق بکنه، قرار نیست هدیه بیشتری. جالب اینه که در هدیه دادن بین دخترها و پسرها هم نباید فرق بکنه. درست بحث میراث الله سبحانه و تعالی سهم دخترها رو نصف قرار داده، ولی در هبه و در هدیه‌ای که پدر مادر فرزندانشون میدن، بین فرزندان چه دختر باشه چه پسر باشه نباید تفاوت باشه. اگر به نوه های خودتون از فرزندانتون بچه های یکی رو بیشتر خواستید، به بچه دختر بیشتر توجه کردید، به بچه یکی از پسرها بیشتر توجه کردید، اگر این کار کردید هم تخم دشمنی رو بین فرزندانتون کاشتید. بعضی ها یک تعصب جاهلانه احمقانه ای دارن، هوای پسر رو زیاد دارن. مثلا یک نوه پسر گیرشون اومده، حالا اینو هی میچسبن و بهش محبت میکنن. نوه های دختر بهش توجه نمیکنن. این چه ظلمیه؟ شما دیدید که اصلا قضیه برعکسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده کسی که چند تا دختر رو تربیت بکنه و درست تربیت بکنه به جامعه تحویل بده، اهل جنته. ضمن این که از نظر پدر و مادر تفاوتی نباید وجود داشته باشه. در مورد همسران پسرانتان، در مورد شوهران دخترانتان، باز اگر تفاوت قائل بشید، بازم کینه ورزی به وجود میاد. یه وقتی کسی با ما تماس میگیره، میگه که پدر من برای برادرم خانه درست کرده، ماشین زیر پاش کرده، هستی در اختیارش گذاشته، به ما هیچی نمیده. خب این چه ظلمیه؟
این چه ظلمیه که بعضی از من و شما در حق فرزندانمان میکنیم؟ شما فردا میمیری، بچه هات که میمونن دشمن هم میشن. شما کودکان، طفل، بچه کوچک تو خونه در نظر بگیرید. بچه کوچک، ما بچه کوچک تو خونه داریم. اگر مادرشون فراموش کرد به یکی از اینها یک چیزی داد، به دیگری نداده، اون بچه میاد اعتراض میکنه. خب اون بر فطرت پاک هست. بچه کسی چیزی یادش نداده، خودش از درون خودش داره حرف میزنه. در حق فرزندان خودتون ظلم نکنید. بین فرزندانتون تفاوت قائل نشید. بین بچه هاشون تفاوت قائل نشید. بین زنهاشون تفاوت قائل نشید. اونها همه فرزندان شما هستند. در نگاهاتون، در محبتتون، در اکرامتون، در حرف زدنتون، در تشکر کردنتون، در محبت کردنتون از الله بترسید. کسی یه وقتی با من صحبت میکرد، میگفت که طوری رفتار پدر من با من و برادرم تفاوت میکنه، بچه من میفهمه. بچه من داره به من میگه بابا چرا پدر بزرگ با تو اینطور رفتار میکنه ولی با عمو اونجوری رفتار میکنه؟ پناه بر الله، چتونه شما؟ دنبال چه هستید؟ مگر کسی به فرزند خودش هم صدمه میزنه؟ رحم بکنید به فرزندان خودتون. وقتی هدیه دادن نامساوی را رسول الله میفرماید ظلم است. این ظلمه. در حق فرزندان خودتون ظلم نکنید. پسر شما دختر مردم را آورده به خانه، این دختر مردمه، تو خونه شماست. خب این دختری که آمده پدر خودش رو ول کرده، مادر خودش رو ول کرده، برادر خودش رو ول کرده، طایفه خودش رو ول کرده، به خاطر پیمان غلیظی که الله برای بین من و شما قرار داده، این دختر مردم آمده تو خونه شما. چقدر خسارت است اگر ما به این مسائل توجه نکنیم. کدام یک از شماها حاضرید که اگر این پیمان مقدس ازدواج نبود، کدام یک از من و شما حاضریم که طایفه و پدر و مادر و خیش قوم خودمون ول بکنیم بریم فرزند یک خانواده دیگه بشیم؟ خب این دخترهایی که زن فرزندان شما میشن اینطوری هن. خانواده خودشون رو ول کردن اومدن پیش شما. شما میزبان اینها هستید. یک نکته هم به فرزندان بگم. عذرخواهی میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به فرزندان این نکته را بگویم، اینها حق فرزندان بود بر گردن پدر و مادر. اگر پدر و مادر این حقوق را رعایت نکنند برای فرزندشان، روز قیامت محاکمه و مجازات خواهند شد. پدر فکر نکنه که هر کاری بکنه خلاص مشکلی نیست. اینطوری نیست آقا. مادر فکر نکنه که هر کاری بکنه مشکلی نیست. اینطوری نیست. همه ما باید نسبت به اعمالمون در محضر رب العالمین پاسخ پس بدیم. ولی فرزندان حق محاکمه پدر و مادر را ندارن. این نکته طلایی بحث را بگیرید.
الله اونها رو محاکمه میکنه، ممکنه مجازات هم بکنه به خاطر ظلمی که مرتکب شدن. اگر شده باشن و اگر ما همدیگر را حلال نکنیم، ولی پدر و مادر حتی اگر مشرک باشن و فرزندانشان را به شرک که بزرگترین گناه هست فراهم بخوانند، بازم الله فرموده و صاحبهما فی الدنیا معروفا، در دنیا با اونها هم نشین خوبی باشید. ولی این بار بدکارگی پدر و مادر رو سبک نمیکنه. اگر پدر و مادری حق فرزندشون رو ادا نکنند، روز قیامت مجازات خواهند شد، ولی الله اونها رو مجازات میکنه، نه فرزندان. فرزندان پدر و مادر را نمیتونن محاکمه و مجازات کنن. وصیت من به فرزندان این است که در این وصیت من نیست، وصیت اسلام است که از زبان من داره جاری میشه، در هر حال در کنار پدر و مادر به نیکی باشید. اگر اونها نیکند، که اغلبشون نیکن، الحمدلله اغلب پدر و مادر نیک هستن، ولی اگر خلاف و اشتباهی داشته باشن محاکمه را الله بر عهده دارد. ما محاکمه پدر و مادر نمی کنیم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الا انبئکم باکبر الکبائر، آیا من شما را راهنمایی بکنم و خبر بدهم به بزرگترین گناهان؟ 3 تاست. الا انبئکم باکبر الکبائر، 3 گناه. فرمود الاشراک بالله، شرک ورزیدن به الله. دوم و عقوق الوالدین، بدرفتاری نسبت به پدر و مادر. و سوم ایشون تکیه داده بودن، راست نشستن و فرمودن الا و قول الزور، الا و قول الزور، الا و قول الزور. برحذر باشید از گواهی ناحق. 3 تا گناه اکبر الکبائر هست: شرک به الله، بدرفتاری با پدر و مادر و گواهی ناحق. بحث امروز ما خیلی طولانی شد، من عذرخواهی میکنم. اصل لایو 10 شب آخر روی 2 مسئله متمرکزه: پرداختن به سوالات شما کاربران و یادآوری بحث کاروان سازندگان قصری در بهشت برای تکمیل پروژه مسجد جامع خوری خواجه عطای بندرعباس. واریزی شما از دیشب تا الان 850 مورد بوده. به اذن الله جلسه بعدی واریزی برسه به 2000 و این بستگی داره به همت شما. خودتون مشارکت کنید و دیگران را به مشارکت فرا بخوانید. مشارکت خودتون هرچی که باشد محدود است، حتی اگر شب 1 میلیون واریز کنید، ولی فراخواندن مردم محدود نیست. شما خودت میتونید شب 1 میلیون واریز کنی، ولی 100 نفر دیگر را ترغیب بکنی که اونها بیان و همکاری بکنن و به گواهی رسول الله فرمود الدال علی الخیر کفاعله. هر کسی که راهنمایی بکند، دلالت بکند به کار خیر، او مثل کننده همان کار است. بنابراین خودتون مشارکت کنید و دیگران را ترغیب کنید که مشارکت کنند و تحت تأثیر هیچ حرف و گفتی قرار نگیرید که این تجارت با الله است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من بنا لله مسجدا ولو کمفحص قطات لبیضها بنى الله له بیتا فی الجنه. اگر کسی مسجدی را بسازد به اندازه لانه مرغ سنگخوار، اون مرغی که سنگ جمع میکنه برای خودش لانه درست میکنه تو بیابان،
فرمود الله در جنت برای او قصری بنا میکنه. امام ابن حجر عسقلانی رحمه الله میفرماید منظور از این حدیث مشارکت در ساخت مسجد هست. این قول رسول الله، قول امامی و شیخ ضیایی و دیگری هم نیست و اهمیت هم به حرف دیگران ندید. من یک رو به سوالات شما میپردازم و بحث رو پایان میدیم ان شاء الله. بارک الله فیکم. شماره حساب رو از پیج دریافت کنید. و علیکم السلام و رحمت الله. اینایی که سلام میکنن جدید میان، چون بعضی از دوستان خسته میشن میرن، جدید کسانی میان و اینایی که الان حضور دارن همونهایی نیستن که از قدیم بودن و از قبل بودن. مرتب افراد جاشون رو عوض میکنن. شماره کارت رو از پیج بگیرید، جزیره شیف مشارکت کنید. ایشون دارن فراخوان میدن، الله فراخوان شما رو مؤثر بگرداند. برای خانواده دعا کنید، به خصوص پدر و خواهرم. پدرم عمل داشته و بازم داره، خواهرم هر شب باید آمپول بزنه که متاسفانه آمپولش خیلی گرونه. الله آسان بکنه براشون. کسانی اگر در پیج و در لایو حضور دارن که مایل به همکاری با بیماران هستند، اینهایی که پیغام میدند رو شناسایی البته تحقیق بکنید. میگه عشق گناهه. نه، عشق گناه نیست، منتها انتخاب ما برای زندگی بر مبنای عشق نباید باشه. عشق ضرورت و لازم هست ولی کافی نیست. کلن برای ازدواج 2 فاکتور ضرورت است: خواستن و نخواستن که همون مقوله عشق درش وجود داره، و دوم خوب بودن یا نبودن. اگر کسی را دوست ندارید، حتی اگر دختر پیغمبرم باشه، باش ازدواج نکنید. این یه نکته. اگر کسی بد است، باش ازدواج نکنید، حتی اگر عاشقش هم باشید، فایده ای نداره. این دوتا رو از 2 طرف حذف کنید. دیگه فاکتور بگیرید، ببینید که از اهواز شماره تماس رو میخوان 0917 230 44 85. درود بر شما اونایی که جدید اومدن، الله پشت و پناهشون باشه. برای مادر زن ایشون هم دعا بکنید، طلب دعا دارن میکنن. فطریه بر همه مسلمانانی که توان پرداخت دارن واجب است. مقدارش هم 3 کیلو برنج یا 3 کیلو گندم یا 3 کیلو خرما یا هر چیزی که خوراک شهر شما هست. در جنوب اغلبیت خوراک برنجه و ما برنج اعلام میکنیم. درود بر همه شما. چرا تجارت به دست کافر هاست و دلار و همه چی دست کافر؟ چون همتشون از ما بالاتره. آقا با خوابیدن و آروغ زدن کاری درست نمیشه. من و شما همتمون کمه، فقط بلدیم گلایه کنیم. با گلایه کردن کاری درست نمیشه. میگه حاجی خوراک ما سیگاره، چه میشه؟ سیگار خوراک نیست برادر من. سیگار مخدرات هست. خودت رو از اون رها بکن انشاءالله. میگه که حرف زدن با نامحرم در وقت روزه چه حکمی داره؟ هر کاری که درست است، غیر از اون موارد خاصی مثل بالاخره معاشرت با همسر، خوردن و نوشیدن و اینها، غیر از اینها هر کاری که درسته مشکلی نداره. اون کاری که بده در وقت روزه‌داری بدتره. نماز تهجد همان نماز شب هست. نماز حاجت ما نمازی به نام نماز حاجت نداریم، منتها راه رسول الله این بوده که وقتی مشکلی براش پیش می آمده نماز به نماز رو می آورده. کمک گرفتن از نماز منهج اسلامه. استعینوا بالصبر والصلاة. اگر کسی روزه
نگیره بعد میتونه قضاش رو به جا بیاره یا نه. اگر معذور باشه بله قضا به جا از دیار شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله، درود بر شما و درود بر مولانا. معلم انگلیسی شدن گناه نداره؟ نه، چرا گناه داشته باشه؟ خیلی هم خوبه. اتفاقا یاد گرفتن زبان انگلیسی به قصد خدمت دین الله و به قصد استفاده مفید ثواب هم داره، نه که گناه. الحمدلله 600 و نزدیک 660 نفر دوستان با ما هستن. الله شما را زیاد کند و کمتون نکند. الله شما را زیاد بگرداند و کمتون نکنه. عمر طولانی و با عزت. فطریه اگر بخواد پول بده چه اشکالی داره؟ نظر جمهور علما بر اینه که فطریه باید جنس داده بشه. اون تا نظر و مذهب امام ابو حنیفه و تعدادی از علما نظرشون اینه که اشکالی نداره، پولم میتونید بدید. تنباک خوردن حرام است یا نه؟ تنباک چیه که چرا آدم بخوره؟ حیف نیست که تنباک بخورید؟ ولش بکنید. من مغازه آرایشی بهداشتی دارم، چجوری زکات بدم؟ جنست رو قیمت بکن، جنستون رو قیمت کنید و 2.5% زکات بدید انشاءالله. آیا نماز میت وضو لازم داره؟ بله، در مذهب اهل سنت نماز میت وضو لازم داره. نماز تسبیح در مجموع احادیث نماز تسبیح مقبول است والله اعلم. سوالات عجیب و غریب میپرسن بعضی دوستان، منم به باب مزاح و اینکه جمع یه کمی بخندن یه وقتایی بعضی از این سوالات رو میخونم. در اولویت زندگی پدر و مادر یا زن؟ ببینید پدر و مادر و زن در پارادوکس هم نیستن، در تزاحم هم نیستن. زن یه بخشی از زندگی پدر و مادر هم بخشی دیگری از زندگی است و نباید پدر و مادر یه جایی قرار بگیرن که این بچه بیچاره مجبور باشه یکی رو انتخاب کنه. خب چرا باید چنین چیزی باشه؟ زن هم نباید این کار رو بکنه. الحمدلله 700 نفر با ما هستن، الله پشت و پناهتون باشه. زن هم نباید رفتاری بکنه که این مرد بیچاره مجبور باشه یکی رو انتخاب کنه. کسی جای دیگری رو تنگ نمی کنه که. این چه حسادتیه که بین آدم وجود داره. ما میتونیم پدر و مادر رو به نحو احسن داشته باشیم و همسر را هم به نحو احسن داشته باشیم، همه خدمتگزار هم دیگه باشیم، همه محبت هم دیگه داشته باشیم، همه اکرام هم دیگه بکنیم. چه برنامه ای هست که اینها رو در تقابل هم دیگه احساس بکنیم؟ خواهرتون چند تا بچه داره، شوهرش خرجیش نمیده، شما میتونی فطریه بهش بدی؟ بله میتونی بهش بدی. نیت سرفطره، نیت در قلب هست. شما در قلبتون نیت میکنید که میخواهید سرفطره رو ادا کنید. حرف زدن با نامزد اشکالی داره. نامزد یعنی چطوری؟ اگه عقد کردید زن شماست، مشکلی نیست. اگر عقد نکردید نامحرم است. حرفهایی که با یک نامحرم جایز آدم بزنه با نامزدش هم جایزه بزنه. این که اجازه داده شده که کسانی که خواستگاری میرن همدیگه رو ببینند، این نیست که بیان کل زندگی با هم بشینن همدیگه رو ببینن. البته دیدن مسئله ای نیست به صورت معمولی در جمع باشن، ولی خلوت اجازه نیست، خلوت کردن اجازه نیست. یکی رو میشناسم که با زن و فرزندش بدرفتاری میکنه، آیا باید احترام پدر بکنه؟ بله، احترام پدر رو نگه دارید و اجر از الله بگیرید. حتی اگر پدرتون بدرفتار هم باشه احترام پدر را نگه دارید و اجر از الله بگیرید. سوال میکنی میگه آیا تریاک جز سرفطره هست؟ خب این چه سوالیه برادر من؟ این چه سوالیه خواهر من؟ یعنی شما نمیفهمی که تریاک ربطی به سرفطره نداره؟ تریاک خودش استفاده کردن تریاک مگر برای درمان، غیر از درمان استفاده از تریاک و کل مخدرات
هر چی میخواد باشه، خوردنی باشه، کشیدنی باشه، نوشیدنی باشه، تزریق باشه، همش حرام است. میگه چطوری جون دل؟ الحمدلله. ذکر کردن طبق توصیه قرآن بهتر است که آرام باشه. 720 نفر، الحمدلله. درود بر شما. به خواهرم جادو کرده ملا اسم طرف گفت، ما هم همش میگیم اسمشو، گناه یا نه؟ ببینید با یک کسی صحبت کنید که بره اون رو توبه بده. البته ملا کی میفهمه که چیه حالا این ملا؟ من نمیدونم، البته اهانتی نکنم. ملا گفته، این ملا اسمشو از کجا آورده گفته؟ مراقب باشید، خیلی از این ملاها خودشون هم جادوگرن، خودشون هم با جن ارتباط دارن. مراقب باشید، این بازی ها رو نخورید. از خودتون محافظت کنید. 3 بار قل هو الله، 3 بار قل اعوذ برب الفلق، 3 بار قل اعوذ برب الناس بعد از نماز صبح و 3 بار بعد از نماز مغرب بخوانید و از خودتون محافظت کنید تا کارتون پیش ملا و این چیزا نیفته. میگه مگر کسی مرده؟ نمیدونم، شاید هم مرده باشه. شما خبر دارید. الله آسان بکنه، الله آسان بکنه. قنوت در نماز وتر سنته. بله، قنوت در نماز وتر سنته. چی ربطی داشت؟ خودتون جواب همدیگه رو میدید، خیلی هم خوب. در مورد موکل توضیح بدین. جریانات نمیدونم موکل و فلان اینا رو من اطلاعات ندارم. خودتون رو درگیر این مسائل نکنید. ذکر الله پایبندی بکنید، به الله پناه ببرید. آیا بوسیدن زن و مرد در وقت روزه مکروهه. اینا مقدمه خطای سنگین هست که باید انسان مراقب باشه که جریمش خیلی زیاده. مباشرت با همسر در شبهای رمضان اشکالی نداره. میگه 100 بار پرسیدم، اگر 100 بار پرسیدید من ندیدم شما مرا معاف بکنید. اشکالی نداره. نمیدونم، سوالتون جوابمو ندادید، میشه جوابمو بدید؟ نمیدونم که فرمایشتون چی بوده، متوجه نشدم. تبلیغ اجناس مشکلی نداره؟ نه مشکلی نداره، ولی در تبلیغ دروغ نگید. ماشاءالله 800 نفر از دوستان با ما هستن. در تبلیغ دروغ نگید، اشکالی نداره. جنس رو صادقانه معرفی کنید. همبستری با همسر در ماه رمضان شب اشکالی نداره، روزه را باطل میکنه و مجازاتش هم تنبیه سختی داره، جبران و کفاری سختی داره. 60 روز پی در پی باید کسی که این خطا از دستش در بره، روز رمضان با همسرش همبستر بشه، باید 60 روز پی در پی روزه بگیره تا جبران بشه. 815 نفر ماشاءالله. کروناتون مثبت بوده، حالتون خوبه، روزه بگیرید یا نه؟ اگر حالتون خوبه روزه بگیرید، هر وقت نتونستید نگیرید. میگه حاجی من زن میخوام کسی بهم نمیده. برید خواستگاری، زن بهتون میدن، حتما برای شما هم پیدا میشه. هر کسی بالاخره یک کسی رزقش میشه. اگر زن بهتون نمیدن برید مشکلتون رو پیدا کن. برای چی بهتون زن نمیدن؟ مشکل چیه؟ چرا بهتون زن نمیدن؟ کسی دلمون رو شکسته، آیا گناهی که نفرین بکنیم؟ ما توصیه میکنیم که نفرین نکنید، عفو بکنید تا اجر گیرتون بیاد. چون نفرین هیچ چی گیرتون نمیاد، ولی عفو اگه بکنید اجر و پاداش گیرتون میاد.
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. اونهایی که خشم خود را فرو میخورند و مردم را عفو میکنند، الله نیکوکاران را دوست دارد. در خانه من مهمان است، از اول رمضان تا الان مهمان هست، فطره اونم بدم. اگر که از اول رمضان با شماست و شما هزینه‌شو میدید، فطریش هم بدید، ولی خودش باید یک انصافی داشته باشه، فطریش حداقل دیگه به کول شما نندازه دیگه، خودش بده. بله خیلی خوب، قرار شد که زیاد طولانی نکنیم. الله پشت و پناهتون باشه. کلام آخر: ساختمان نیمه کاره مسجد جامع خوری خواجه عطای بندر عباس منتظر اعانات و همکاری های شماست. من حامل پیغام شیخ ضیایی برای شما هستم و ایشان این پروژه را عهدهدار شدن به امید همکاری شما که تا حالا سنگ تمام گذاشتید و تا آخرش که انشاءالله رمضان سال آینده باشه، افتتاحش، با ما همراه باشید. شب دوم از حرکت کاروان سازندگان قصری در بهشت. پیشنهاد ما شبی 50,000، تواناییتون بیشتر 100,000، بیشتر 200,000، بیشتر 500,000، بیشتر شبی 1,000,000. اونهایی که توانایی ندارند حتی اگر 10,000 تومن، 5,000 تومن، کمتر 1,000 تومن هم مشارکت کنند، باز هم این فرصت استثنایی رو از دست ندید. 850 نفر با من هستید، 850 واریزی، 850 دعوت، 850 تبلیغ. جلسه بعد امیدوارم با آمار 2000 واریزی خدمت شما برسم. موفق و پیروز باشید. هذا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.